شعار و شعارپرتایی و کاریکاتورهای رهبران جهانی. تظاهرات هزاران نفر در شهر واشنگتن در نزد کنگره آمریکا و هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو در نزد وکیلان آمریکایی در روز 24 ایول. بعضی از فعالان تلفات غیر نظامیان در جنگ اسرائیل به ضد غزه را محکوم کردند. بعضی هم نسل کشی می‌خوانند. من اینجا هستم تا برای فلسطین بجنگم. فلسطین سزاوار آزادی است. فلسطین شاهدی نسل کشی است. در داخل کنگره نتانیاهو وکیلان را تشویق کرد تا آمریکا کمک نظامی به اسرائیل را ادامه بدهد. او گفت که جنگ اسرائیل با حماس بخش از مناقشه وسیع بین آمریکا و ایران است. ما امروز در چهارراهی تاریخ قرار داریم. جهان ما در حال تحول است. در خاورمیانه محور ترور ایران با آمریکا و اسرائیل و رفیقان عربی ما مقابله می‌کند. اما بیرون از کنگره مخالفت سخت به حمایت حکومت آمریکا از جنگ اسرائیل برملا بود. سفر نتانیاهو در یک زمان حساس در سیاست آمریکا صورت گرفت، زمانی که رئیس جمهور جو بایدن از شرکت در انتخابات دست کشید و معاونش کامالا هریس را به حیث نامزدی حزب دموکرات پیشنهاد کرد. جنگ در غزه برای هریس یک مشکل جدی می آفرد، چون حزب دموکرات را به دو دسته جدا کرده است. رای دهندگان جوان و پیشرفته مخالف سخت کمک نظامی به اسرائیل هستند. برای همین در یک رقابت سخت هریس باید راه میانه را برگزیند تا طرفدارانش از او نتابند. هریس در یک سخنرانی گفته است در صورت انتخابش در مقایسه با بایدن نسبت به حکومت نتانیاهو موقع سخت‌تری را پیش می‌گیرد. به اندیشه من این یک وعده پوچ و رمزی است که نشان می‌دهد گویا طرفداری مردم فلسطینی میباشد. تنها کاری که کرده است به سخنرانی نتانیاهو نامده است. این برای ما کافی نیست. او برای به دست آوردن رأی ما باید بگوید که من با نتانیاهو ملاقات نمی‌کنم. باید به ضد این نسل کشی سخت‌تر بایستد و به سازش آتش بس دعوت کند. در رقابت فرضی بین هریس و دونالد ترامپ فاصله بین دو طرف بسیار کم است. یعنی رأی اندکی میتواند انتخابات را به نفع یکی از آنها خاتمه دهد.